سلام بچه، خوش اومدیم به یه ویدیوی خفن از تراریا. توی این ویدیو میخوام یکی از سخت‌ترین کارهایی که هر کسی میتونه ترای بده تو تراریا رو سعی کنیم انجام بدیم. ممکنه خیلی بمیریم، ممکنه خیلی نمیریم، بستگی داره. من زره‌های هالومو که از قدیم داشتم برداشتم، اومدم اینجاها رو یکم ریل بدم، ولی خب این ریل فایده نداشت. یه بار تست کردم و نداشت. الان تنسیقی که میمونه اینه که چیز میبینید که چقدر مردم. اومدم یه تستی بزنم و خیلی مردم. اینجا تبدیل به بایوم چیز شده، گریویارد شده. یعنی الان میتونیم اینجا بیام یه سری بلاک‌ها و یه سری خفن دیگه بسازیم که مخصوص این بایوم. نمیدونم تو گریویاردیم چیز این پریزماتیکا اسپام میشه؟ آیا خیلی مرده؟ این سگ مردم، فقط مردم. خیلی کار سخته. خب بذار بکنیم فعلا. یا شانس ما رو نگاه، بلادموش. خب بچه، یه شب تا صبح کامل گذشت و 3 تا تونستم از اینا گیر کنم. اوکی آقا مرد؟ نه یادم من نزدیک باشم. خب نمیریم. چرا رفتم؟ بابا اومدم زمین بگیرم بزنمش، سویچ نکرده بودم، روی راداف هارمونی بودم و خب مردم. خب این زره فایده ای؟ حتی خب مستقیم رفتم توش دیگه. چرا منطقی نیست که چیز چم این افکت بیفته رو. آقا جان برو خدا. ای بزنش، گوشش. نه خیلی سخته، خیلی سخته، بیش از حد سخت. تموم شد. یه لحظه. ایفای بابا خیلی کنده. دوست داداش اذیت نکن. Don't fucking چرا برم اذیت میشم. داج بده باب. باز بو گرفتیم. بوشو دارم. چقدر بدشانسی. بابا اینم دارم. چرا انقدر شانس بده امروز رسما نفرین شدم واقعا. بابا امروز تو 100 تا گیم من بدشانسی آوردم. هم از این ور هیچی نمیگیرم، هم از اون ور به نولیت باختم. 50-50 اصلا رو مخم داره میره همه چی.
بد نیست این وپن، میدونی عالی نی ولی بدم نی. من میله نمیخوام. حتی این وپن رو برای آپدیت جدید یعنی چیز کنن، چی میگن، ریورک کنن. آره میخوان ریورکش کنن یه سرچ جدید بشید بکنن. بذارین بریم توی حالت قسمت اسپیس گیم، همینجاها رو پرواز کنیم تا اون ته شب شه. تو اینجاها یه اسلایم باید پیدا کنیم. یه لحظه. نایس. لوتشو بده تموم. وای 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 زرم چیزه. نری. تو شب خیلی خوشگل. آره این باز جونم. نه بد. این وپنش خیلی دوست دارم. وپن خیلی باحالیه. اینو حتما نگه می‌داریم. این شمبولک رنگش هم که داد کن. ها یه دونه عیب نداره. خب تایمش متاسفانه گذشته بود، هیچی گیرم نیومد. کاش که اون ایونت رو نمیزدم و الان 2 تا شانس داشتیم ولی یکی هم میشه. رفتم یه اکسسوری آوردم، مستر نینجا گیر، که بهمون یه احتمال میده که داج بدیم. نمیدونم حالا کار کنه یا نه، چون قدیم کار میکرد. اصلا حواسم نبود چه چیزی دارم. این از این زره چیز که دیگه فایده نداره. اینا مطمئن یکیش غیب شد تو بایوم سولار. میگم تو بایوم سولار، تو بایوم هالو نبودم. شیت. خب همین یه شانس اونم به چیز رفت. خب دوکی مونده جونش. دوکی رو میشه زد. وای 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 وای. نه بابا این فیزش خیلی من نمیتونم اینو جا خالی بدم. آقا باز ما بریم یه شب صبر کنیم. تونستم 3 تا گیر بیارم و اینجا دوباره تبدیل به بایام گریویارد شد. این بار دیگه نه. خب ریدم، دستم بند یه چی کاری بود و الان 2 تا شانس میشن. آقا خیلی دارم نوب بازی در میارم سر این. خیلی دارم نوب بازی در میارم، نمیدونم چرا. همه رو بزن. این بار باید بتونم. تو رو خدایا یعنی میشه. وای چجوری زندم. فرار کن. چجوری زندم. بابا ندیدم اتاکش شد.
یس. باورم نمیشه. یس. خیلی خوب پلی دادم با دادا فارمونی. خب اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. احتمالاً اپیزود بعدی یا بریم اسپیدران، همون ویدیویی که به زرم زد. اسپیدران که نه، خلاص بریم تمام واسه گیم رو چیزشون رو برداریم با همین اک، با همین اکم، با همین کرکتر بریم بزنیم که حداقل یک لوتی که گارانتی میدن تمام واسه مستر مود و اکسپرت رو داشته باشیم تو این بردمون. بنظر میده باحالیه. یا اینکه بیایم اولدمن آرمی رو یه ایونتش رو توضیح مختصر بدیم، باساش رو نگاه کنیم، اورگو یا رو دراگونه رو، آره اون کارو کنیم. اینم از این ویدیو. امیدوارم لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.